اگر پشت سرت حرف زدند تا تخریبت نمایند، 3 چیز برایشان بگو تا شرمندهشان کنی. اول، چرا بجای این که وقت میگذاری که مرا تخریب کنی، چرا وقت نمیگذاری که خودت پیشرفت کنی؟ 2، چرا تلاش میکنی مرا بد نشان بدهی؟ نترس، ما هیچ وقت پشت ابر نمیماند. اگر من بد باشم بالاخره آدم ها میفهمند من بدم. نیاز به دست و پا زدن تو نیست عزیزم. 3، بد مرا میخواهی؟ هیچ مشکلی نیست، من خوبی تو را میخواهم. امیدوارم خداوند متعال خودت را آنقدر موفق بسازد که موفقیت دیگران اذیتت